درود از افغانستان، شهر باستانی غزنی. ما قراره که بریم به آرامگاه ابوریحان بیرونی سر بزنیم، اما یک کمی پیدا کردنش پیچیده است. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم در کوچه پس کوچه های شهری در افغانستان دنبال آرامگاه دانشمند بزرگ پارسی بگردم. به راستی که چیه این سفر؟ در دل غبارآلود تاریخ، جایی میان آجرهای خام و سکوت کوچه باغ‌های فراموش شده غزنی، رد پای اندیشه‌ای جا مانده است. اندیشه‌ای که قرنها پیش آسمان را میکاوید و زمین را میفهمید. بچه سلام. من رهگذر این کوچه های پر رمز و راز به دنبال نشانی از ابوریحان بیرونی ام. قبر البیرونی اونجاست؟ کجا؟ اون بره؟ باشه، خدا حافظ. دانشمندی که در خوارزم چشم به هستی گشود و اکنون آرامگاه او در غبار زمان محو شده و من با دوربین و دل به جستجوی او برآمدم. شاید در سایه درختی یا پشت دری نیمه باز رد نگاهی بیابم که روزی جهان را معنا کرده است. از بین کوچه باغ‌هایی که عبور کردیم و در قلب بافت تاریخی شهر غزنی در افغانستان، ما به آرامگاه ابوریحان بیرونی رسیدیم. ستاره شناس، تاریخ نگار، تقویم شناس، منجم و ریاضیدان و یک همه چیزدان واقعی بود. و جالبتر این که با اینکه سلطان محمود غزنوی خب خیلی جنگجو بودن و خیلی سلسله وسیع رو تشکیل دادن، اما به علم و هنر و ادب اهمیت میداد و ابوریحان بیرونی و فردوسی بزرگ در این دربار رفت آمد میکردن.